دوستان عزیز، یک خبر بسیار نو برای کسایی که نظر قربانی برای عید قربان دارن، خصوصا حجاج. برای بار اول است که با یک اجازه نامه بسیار خوب، با یک شرایط خوب اینا براتون قربانی میکنه. کسایی که قربانی داشتن براتون قربانی میگیره و فیلم هم روان میکنه دیگه از خود قربانیتون و گوشتون بر شما روان میکنه. جای خواسته باشید. یکی قیمت ها چند است ان شاء الله باز ما براتون در علایت پیام میگم هر کسی که پرسید و شرایطش میخواست. دیگه توضیحات بیشتر میریم با هم. از اینجا خوب است. من باشید. من در بازار ویتنامی هستم. همین پشت حاله 12 یک سوپرمارکت بسیار پرجمع جوش از هموطنان ما جور شده به نام زمرات. دیگه ما آمدم داخل. از اینجا دیدم بسیار چیزای خوب موجود است که خواستم یک آگاهی رسانی بر شما میکنم که اگه خواستین آمدین حتما در اینجا یک سر بزنین. حالا میریم داخل ببینیم که چی چیزا دارین اینا. دوستای کرباوخور بسته کارتن برای کن میمالی و پارتی های شما. یک دانه رو ترای میکنیم که همون کرباوهای افغانستان است یا نه. با اجازه از اینجا شروع میکنیم. برنج دانه بلند ممتاز، دیگه لونگی پامیر، دیگه خیبر. این طرف هم تمام عسل و چاکلیت هایی که ما شما در افغانستان استفاده میکردیم اونها هست. دوستان عزیز، انواع کنسرو که برنجایی که شما دنبالش هستید برای شما اینجا میخوره. سوپرمارکت های زیاد در اینجا هست. خب ولی بعضی سوپرمارکت ها چیزایی داره که در اکثرش نیست. برنج خورشید و انواع برنج در اینجا ماندگی هست دوستان. به شکل ما پرسیدیم مثلا به شکل عمده و پرچون بر شما میده. خرما، این طرف هم انواع نوشابات، دوغ. دیگه این قصابیشون تازه فعال میشه دوستان عزیز. دیگه هفته بعد حتما گوشت حلال و ما در تلاش هستیم که برای عید قربان بتونم که از اینا که وعده بگیرم که بتونم اینا گوسفند قربانی کنه. گرچه در آلمان این کار فعلا هنوز نشده یا شاید جایی هستن که کارا میکنه، ولی من تلاش وی میکنم که یک جایی رو پیدا کنم که بتونه برای شما گوسفند بیاره و قربانی کنه تا شما اینجا بتونید استفاده کنید. اینجا انواع کنسرو ایناست دوستان عزیز. نخودهای بسیار بالا، انواع نقل و اینا. دیگه کنسرهای ترشیباب و موادهای خشک. به به چی بادامه. این هم سیمیان دوستان عزیز، چی پسته بالای اعلای. این هم توت خشک، توت سیاه، توت زرد، انواع از اینا. دیگه میوه خشک سعی کنید چهارمغز بسیار خشک اصلی. این طرف هم اینا. کشمش. فکر میکنم که بادامش بسیار با کیفیت باشه. از اون قیافش فهمیده میشه. دوستان یک ترای کنیم. میگه کس نیست که دکان خودم و شما سریع هرچی آمدی بیا بخواب یا بتخفیف بالا یا مزیم. من چرا قرارت هستم که دکان رفیقا و دوستایم است. من دوست دارم که بزنس و تجارت دوستا را زودتر به تصویر بکشم دوستانم.